أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به خاطر تمام نعمت‌های خوبش، الله مهربان نسبت ما و شما بسیار رحیم است، لطیف است، کریم است، بنده نواز است. الله تبارک تعالی برای رشد ما و شما، برای ترقی ما و شما، کلام پاکش قرآن کریم نازل کرد و پیغمبر فرستاد. لیکن از بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی کلام پاکش است و رحمت للعالمین پیغمبرش است که ما و شما و لطف کرم پروردگار امتی بهترین پیغمبر هستیم. اون پیغمبری که به سوی تمام انسانیتگر فرستاده شده بود، به سوی تمام انسان ها فرستاده شده بود. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اما متاسفانه امروز امت اسلامی، امت محمدی که دچار مشکلات ها هستند به سبب این است که از قرآن، از سنت دور شده. هرچند اگر ما و شما از کلام پاک پروردگار که قرآن کریم است و از سنت های پیغمبرمون علیه السلام دوری بگیریم، همه قدر ما و شما دچار سختی میشیم، گرفتار مشکلات ها میشیم. امروزه اگر ما و شما نظر بکنیم به این امت اسلامی، در هر کجا، در هر گوشه و کنار جهان، در هر شعبه از شعبه های زندگی که میبینیم این امت دچار سختی است، دچار مشکلی است، دچار مرضی، بیماری است. همه بدبختی، سختی، تینی، خرابی، اختلافات های هستند ما بین خودمون. بغض و دشمن، کینه و حسد نسبت همدیگر، همه این چی است؟ سبب اصلیش که رقم یک است، اون جهل، اون بیسوادی، اون نادانی. حالی تمام این مشکلات ها همش برمیگرده به سوی علم، به سوی دانش، به سوی سواد. یعنی علم حیات، علم رشد، ترقی است، آبادی است، زندگی است، حیات است، علم پیشرفت است، آبرو، عزت، شرف. علم دیگر علم خیر بسیار در بر دارد. آنجا که اگر ما و شما نظر کنیم به قرآن کریمون، سبحان الله، چی سعادت بزرگه، چی نعمت خوبیه. قرآن کریم باید ما و شما امت اسلامی
خوشحال شیم، خرسند باشیم به این که ما و شما قرآن داریم، کلام پاک الله ما داریم. باید ما و شما سرام و کلام باید بلند باشن، افتخار بکنیم به اسلامی. باید با تک تک آیت های قرآن باید عمل بکنیم، با جان دل زندگی کنیم. قرآن مثلی در زندگی ما و شما بگیم زنده بشود، یعنی قرآن و حدیث مثل یک در صورت انسان باید باشد. یعنی زندگی ما باید طبق قرآن و حدیث پیغمبر و سنت پیغمبر صلی الله باید باشد. وقتی ما نظر میکنیم به کلام پاک الله سبحانه و تعالی، اونجا که در باره علم اصلا الله تبارک و تعالی کلام پاکش از چی چیز شروع کرد، آغاز کرد؟ از سوره مبارکه علق که اینجا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی کلام پاکش آغاز کرد، شروع کرد از کسب علم. یعنی این چی را میگه پروردگار ما و شما؟ ما و شما ما تعلیم میده که یعنی جایگاه علم در جامعه، که علم بسیار مهم است، بسیار ضرور علم که جایگاهش فرمود. اگر عزیزم از علم بالاتر میشد، هر آینه پروردگار کریم کلام پاکش از اون چه شروع میکرد؟ یعنی جایگاه علم بسیار بلنده، شرافتش بسیار بزرگ علمه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخون به نام پروردگار تو را خلق کرده، از نصیب هستی خلق کرده. علم بگی، کسب علم که سواد بگی. یا اونجایی که الله مهربان صحبت بکنه از علم و از مال دنیا، انسان خیلی بسیار سخت دوست میداره مال دنیا را، دنیا خچه از شب و روز دنبال مال دنیا هستن. یعنی الله تبارک و تعالی اونجا که از دنیا صحبت میکنه و از مال دنیا صحبت میکنه، این خیلی دنیا را و مالش را برای ما شما بندگانش معرفی میکنه. متاع دنیا، همه این مال و ثروت دارای دنیا یک متاعی هستند. متاع یعنی یک چیزی که انسان استفاده میکنه، بهره میگیره، اما زود از بین میره، تمام میشود. یک چیزی ناچیز. این ماشاءالله ما شما همه ریختیم دنبال دنیا، مال دنیا، اما خیلی از ما کم است که علم اهمیت بتید، دنبال علم برای. اما الله سبحانه و تعالی نسبت علم چی فرمود در سوره مبارکه بقره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. سبحان الله. و من یؤت الحکمة، هر کسی، برای هر کسی که حکمت داده شد، یعنی علم داده شد، فقط اوتی خیرا کثیر، و تحقیق برای همین انسان خیر کثیری داده شد. یعنی هر کسی که دنبال علم برود، کسب علم بکنه، با سواد شود، دانشمند شود، خیر کثیر، خیر بسیار برای انسان داده شده است. مال دنیا متاع دنیا، اما علم خیرا کثیرا، خیر بسیار داده. خداوند این خیلی علم معرفی میکند. علم بهتر از مال است، چون که میلیون انسان های ثروتمند بودند مثل ما و شما،
امتها اومدن رفتن، قرنها اومدن رفتن، سر سوم بودن، زندگی بودن، تجارت داشتن، دوده و زندگی، زن فرد همش داشتن، اما از اونها نام و نشانه نیست. اما کسانی که مشغول این بودن هزارها سال گذشته است، اما اونها زنده هستند. نامش گفته می شود امروز در منبرها، در دانشگاه ها، در مدرسه ها زنده هستند دیگر. سعدی رحمت الله علیه یک روایت عجیب داره، میفرماید سعدی و مرد نیکونام نمیرد هرگز. سبحان الله. سعدی آیا امروز مرده هست؟ نه، زنده هست. در بالای منبر ما از اون صحبت میکنیم. ولی بوی با دولت بود؟ نه، کامل فقیر بود. اما چی؟ ظاهرا. اما علم داشت، دانش داشت، اما زنده هست. سعدی و مرد نیکونام نمیرد هرگز. مرده آن است که نامش به نیکو نبرند. سعدی این خیلی مشهور، این خیلی تعلیم میده که مرده اون است که بم را برند گورش کنند. تمام. مرده اون است که نامش به نیکو نبرند. علم حیات، علم زندگی، علم ترقی، علم پیشروی، علم عشق محبت. علم بهتر از مال است بدون شک. العلم یرفع صاحبه. علم صاحبش درجهش بلند میکنه، عزتش زیاد میکنه، شرف افتخارش میده. اما الجهل یخفض صاحبه. اما جهل، نادانی، بیسوادی صاحبش پست میکنه، به آبرو میکنه. علم صاحبش محافظت میکنه، نگاه میکند. صاحبش از کفر، شرک، از بدبختی، از سختی زندگی نگهدارش میکنه. اما مال باشد چی؟ انسان مال نگهداری میکنه، شب روز در غم مال است. اما علم در فکر صاحبش. مال، پول، چیز دنیا را اگر که صرفش کنی کم می شود، اما علم صرف کنی برعکس زیاد می شود. هرچند که تعلیم تربیت دادی زیادتر می شود، کم نمی شود. الله اکبر. این خیلی است. مال دنیا، اهل دنیا شب روز در فکری مالشون است که چه خیلی مال ما نگاه کنیم، چه خیلی کاری کنیم که کم نشود، زیاد شود، در کریزیس نغلطیم، بیزنس فلان نشود، نشب استراحت دارم، نه روز شب روز در فکر مال شد. مقصد من این است که کار نکنه، پول به دست نیارم. مقصد علم مال جایگاهش ببینه. انسان غم فکر میخواد، اما علم برعکس نگهبان صاحب شد. یعنی در جامعه ما و شما فرنه در هر شعبه زندگی باشد، چی در زندگی در راستای عائلگی باشد، چی در راستای نسبت فرزندا باشد، مشکل سختی های هستن مواجه میشیم، روبرو میشیم، یا چی در فرنه در کم گوشه باشد، در جامعه خودش، در حکومت خودش هر سختی هست مشکلی هست، هر دشمنی هست قفار، همش روی جهل است. اما همین کشور که ما شما آمدین از همه دیده پیشرفت، سببش چیه؟ سببش علمه. علم گرفتن، ترقی کردن. تا 100 سال پیش تقریبا در روی دنیا اسلام حکمرانی میکرد. تقریبا 1400 سال فقط یک امپراتور اسلام بود، دنیا را اسلام آباد کرد. دنیا در کنار نابودی بود، در کنار هلاکت بود.
که این تاریخ برای ما و شما همه عیان است. میدونیم که پیش از بعثت پیغمبر ما و شما، یعنی که دنیا چخیل زندگیش به سر می بودن، همه ظلم ستم غیر عادل، یعنی همون قانونی که در جنگل هست، قوی ضعیف میخورد، زور کم زور از بین میبره میخوره. جنگل همین خیل است، در دنیا همین خیل بود. هر جای زور قوی بود، در جای یک بیچاره مسکین فقیر از بین میبردن. تا اونجا که آدم کشی، زنا، یعنی هر کاری بدی که بود که هنر بود، دنیا قریب از بین بروه. اما الله مهربان، پیغمبر دلسوز و مهربان ما شما کرد، علم منتشر کرد. بزرگترین معلم و مربی بشر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با علم، با نور ایمان اومد، ظلم جهل از بین برد. که الله مهربان میفرماید هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. یعنی الله تبارک و تعالی به سوی بندگانش پیغمبر از جنس خودش انسان فرستاد و یعلمهم الکتاب، و کتاب قرآن تعلیم داد، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و انسانان و آدمان بندگان الله پیغمبر علیه السلام بزرگترین معلم و مربی بشر یزکیهم پاکش میکرد، عقیده سالم توحیدی از شرک کفر پاکش میکرد، شستشوش میکرد، و از اخلاق سیئه و بعد از اخلاقی رهاش میکرد. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و آدمها را کتاب قرآن کریم و حکمه سنت تعلیم می آموزد. یعنی دنیا به سبب علم و فضل کرم الله یعنی که نجات یافت. تا اونجا اگر ما شما میخونیم تاریخ که انسان زن میگرفت، چند قدر زندگی میکرد، با فرزنددار میشد، اما یک گروه قوی اومد زن فرزند میبردن، این انسان هیچ کار کردن نمیتونست. تصور که یک حیات زندگی با زن فرزند بیان برنشون، ظلم ستم تا کجا را پیش رفته بود. تا اونجا انسان ها فرزندای خودش با دست خودش دختراش زنده به گور میکردن، جهل تا اونجا. امروزه در این اصل 21 این امت اسلام، امت محمدی، در هر بشاک هر مشکلی باشه سببش همین است، باز جهل است، بیسوادی است. الله تبارک و تعالی ما شما دستور میده تا ما بیسواد نشیم. اینو میگیریم. در سوره مبارکه زمر میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگوی محمد اون کسانی که علم دارن، سواد دارن، دانش دارن، با سواد هستن، آیا برابرن با اون کسانی که بی سواد هستن، جاهل هستن؟ نه، هرگز برابر نیستن. بعد از بعثت پیغمبر علیه السلام وقتی قرآن و حدیث تعلیم داد، اصحابش چقدر مشتاق بودن، چون که قدر و منزلت علم پیغمبر اسلام فهم شد، چقدر علم مهم است، چقدر ضرور است. وقتی ما تاریخ نگاه کنیم
اصحاب پیغمبر خدا رضی الله عنهم اجمعین چقدر زحمت میکشیدن به سوی کسب علم. ابو هریره رضی الله عنه یکی از صحابه جلیل قدر پیغمبر خدا سلام است که یکی از بزرگترین حدیث است که ما بسیار نامش میشنویم، اما آیا ما میدونیم که برای کسب علم چقدر زحمت‌های آیا کشیدن؟ به خاطر کسب علم از یگان مشکل نمیترسید. به خاطر کسب علم ترک راحت، ترک استراحت، ترک طعام، ترک شراب، فقط حرکت زحمت به کسب علم میکردن. تا اون زمان یک روز یک بعض از انسان دیدن که ابو هریره رضی الله عنه در یک کجی افتاده است بهوش. سبحان الله. بدون سببش چه؟ سببش گرسنگی بود. با سوی کسب علم هوشش رفت. کدام یک ما سبحان الله هوش ما رفتگی از گرسنگی. حالا فی سبیل علم نه، در سبیل در راه خدا نه اصلا. آیا ما برابر هستیم با اونها؟ هرگز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم و جاهل هرگز برابر نیست. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه عموی پسر عموی پیغمبر خدا علیه السلام مشتاق علم از خردسالگیش درس میگرفت. زمانی که پیغمبر خدا علیه السلام از دنیا رحلت کردن رفتن، دنیا را ترک کردن، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه 9 ساله بود. در همین سن 9 سالگیش یگان آیه از آیات‌های قرآن کریم نبود مگر همون از یاد میدونست، یعنی حافظ قرآن بود، حدیث میدونست، سبب نزول هر یک آیت میدونست که این آیه برای چی، در کجا، کدام وقت نازل شده. 9 ساله. نه ساله، یعنی زمان 9 سالگی ما شما نه، زمان 30 و 40 ساله ما در چی کارها مشغولیم؟ دنبال چی هستیم؟ ای امت اسلامی. بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و زمان گذشت، بعضی اصحاب پیغمبر خدا از دنیا گذشتن، وفات کردن، بعضی ها هجرت کردن، رفتن از هر طرف. پریشان‌تر شد عبدالله بن عباس رضی الله عنه، حرکت کرد به مسافرت. هر جا میشنوید، هر کجا گوشه کناری که دنیایی که یک صحابه پیغمبر خدا هست حرکت میکرد، پیش از مرگش، پیش از وفاتش حرکت میکرد، پیش میرفت، نزدش میرفت، از اون حدیث طلب میکرد که من باید حدیث از پیش بروم. روز از روزها رفت دنبال یک صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و که عمرش خیلی کلون بود، بزرگسال بود، حرکت کرد که برم دیدارش کنم در حیاتش، شاید یک حدیث هم از اون یاد بگیرم، تعلیم بگیرم. حرکت کردن، رفتن راه دراز، رسیدن در نزد خانه اش، فهمید که این صحابه پیغمبر خدا خوب است، قیلوله است، عبید، زهد. حمد احترام شد. ببین از خواب بیدارش نکردن، پشت خانه اش، پشت دیوار خانه اش، دروازه اش ایستادن در گرمای سخت تابستان، اونم با عربستان. با ما شما معلومه چقدر گرمه هوا. تصور کنه که تابستان گرم با گرمی با شمال غبار میزنه روی کی؟ در عبدالله بن عباس. عبدالله کی است؟ پسر عموی پیغمبر خدا است. به خاطر چی؟ به خاطر یک حدیث.
گشنه تشنه مسافر. سبحان الله، چقدر زحمت هایی کشیدن. با فضل کرم الله که امروز ما و شما با زحمت های اینا هستن که ما حدیث های بگیم، ما مشکلات برطرف میکنیم، میفهمیم سختی ها ما برطرف میکنیم. همونجا نزدی پشت دروازه صحابه پیغمبر خدا روماش پرتفتن، خوب کردن گناشی. بعد از اینکه این صحابه پیغمبر خدا از خواب بیدار شدن، برمدن بیرون، دیدن که سبحان ابن عباس لقبش حبر الامه، یعنی عالم بزرگ امت است، فرزند عمکی پیغمبر خدا سلام پشتش سر در روی زمین خوابید، در چله تابستان در گرما. سبحان الله، چیکار میکنی شما اینجا؟ تشریف پریشون شدن، گفتم من به خاطر تعلیم آوردم، من که حدیث از شما بشکنم، تعلیم تربیت بگیرم، حدیث شما بدونه برای من بگو. سبحان الله، انسان این صحابه پیغمبر خدا گفت سبحان الله، اگر شما منم میگفتم من خودم میومدم خونتون. شرم حیا کشید، اما به خاطر علم شرم حیا نیست، حرکت کنی اگرچه از خاندان پیغمبر خدا باشی علیه السلام. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمودند العلم یؤتی الیه ولا یأتی. یعنی علم چیزی است که به سوی علم باید رفته شود، باید طرف علم باید بریم، نه که علم طرف انسان ها بیاید. مطالعه کنیم، اگر خود امام بخاری رحمت الله علیه، یکی از بزرگترین این امت اسلام، وقتی که آخر عمرش در امیر بخارا فیراز میگه بیا فرزند ما درس بگیر، نه برای شما علم در کار است، بیا خودت. الله اکبر. اگر ما و شما را اگون کارگر حکومت که پست و مقام خوب داشته باشه فیراد کن، خیر است. سبحان الله، فکر داونه چرخیز میریم، غلطی افتادم. بسیار از ما با حرکت میکنن که نزدیک شیم، اما امام بخاری رحمت الله نه، امیر هستی، پرزیدنت هستی، کسی هستی، بوی هستی، با دولت هستی، من این مخور نمیکنم، بیا به طرف. علم صاحب شد، درجهش هم میبرم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله تبارک و تعالی کسانی که ایمان آوردن درجهش بلند میکنه، به خصوص کسانی که علم دارن، به خصوص عالماشون. به خاطر رفع درجه، به خاطر خدمت به الله سبحانه و تعالی، به خاطر اینکه یک مشکلی جامعه را برطرف کردن، در خدمت بندگان خدا باشیم، علم میگن خدمت کنم، چقدر زحمت کشیدن. جابر بن عبدالله رضی الله عنه، یکی از صحابه پیغمبر خدا، به خاطر یک حدیث 1 ماه کامل پیاده سفر کردن. ابن مندد 45 سال مسافرت کردن روی دنیا، 45 سال مسافرت کردن تا کسب علم کنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و فرمودند در حدیث مبارکش که من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. هر کس قدمی بزند، راه طی بکند به سوی کسب علم بخد بکند، سهل الله له طریقا الی الجنه. الله تبارک و تعالی به خاطر همین انسان که کسب علم نه، راههای بهشت براش آسان میشه، ورود شب داخل بهشت کرده شدن آسان میکنه براش.
تک تک ما و شما آرزو داریم نهایت مقصد و هدف ما چی؟ به الله و بهشت برسیم. پس راه آسان کسب علم، هم عزت، هم آبرو، هم پیشرفت، هم زندگی آسان، هم بهشت، هم توانگری. انسان با علم توانا می شود. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانش دلی پیر برنا بود. یکی از روزا یکی از عالمای مشهور این امت اسلام ایوب رضی الله عنه مسجد بودن، یک انسان نماز در اومد، نماز خوند، نماز بسیار بد خوند، نماز فاسد کرد. فرمود که من دیلم برای اهل عائله این انسان میسوزد. اون کسان در گرد بعد شدن گفتن که یا شیخ، نماز خواندن این به اهل عائله این انسان چه ربطی داره؟ و سبحان الله، انسان به می نماز خواندن نمیتونه از بس که جاهله. ای روی جاهلی این پدر در اهل عائلش کلانتره، از روی جهل به سوادیش به فرهنگیش زن فرزند این در جامعه عذاب میکشند، در زندگی دوچار ملاقات مشکلات میشوند. پدری مرد باید هم عالم باشه هم قوی باشه در زندگیش. اما متاسفانه وقتی ما و شما نظر میکنیم برای این امت، سبحان الله، هر جا اگر که جمع باشه، ملاقات باشه، تنش با تنش روبرو میشوند یا جلسه میشینند، همه غافل، همه گپ از صحبت از جهل جهالت است. سخنان نه معنی به درد دنیا میخورن، نه به درد دین میخورن. اگر که نصیحت کنی سبحان الله، حتی یعنی دیلاشون اونقدر سخت شدن که نمیگذارن که یک نصیحت تعلیمش بدی. این خیلی صفت بده. زمانی که خواهر و برادر نصیحت می‌کنی سبحان الله، نماز خون، ولی وقت هست سوال میخوام حال زندگی نمیگذارد نصیحت کنیم، تعلیم تربیت بدی. یا خواهر نصیحت می‌کنی حجاب پاک دامنه که دختر چی داره، شرم حیا داره، با حجاب محجبه است. از روی یک زن چرک از کشیدن به جهنم، پدرش، برادرش، شوهرش، فرزند، بچه‌ش، پسرش نمیگذارد گپ زنی. سبحان الله، این میدونی چقدر بد صفتی کافرها هستند که الله سبحانه و تعالی این خیلی درباره کافرها میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة. زمانی که الله سبحانه و تعالی یاد کرده شود، گفته شود، یعنی نصیحت گفته شود با تنهاییش که خدا یگانه است، شریکی ندارد، دیلاش تنگ میشه، نمیخوان که بشنوند. و اذا ذکر الذین من دونه، اما زمانی که بغیر خدا اگر گفته شود اذا هم یستبشرون، خرسندی میکنن. اما اگر گپ از موسیقی برای از گناه، معصیت، از پوچ گپای به معنی بران، خرسندش میشن، میفهم. اما یک تعلیم تربیت دادی نمیگذارد که صحبت کنی. سبحان الله، این عادت بسیار بده. احتیاط کنید. وقت تمام شد. یعنی کوشش غیرت کنیم که یگان روزهای ما به کسب علم نه، خنو حرکت نه، عادت بکنیم به کسب علم، به مطالعات، به کتاب خوندن. حداقل روزش یک آیه را تفسیرش بفهمیم، بخونیم، بدونیم، یا یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بخونیم، بدونیم. در اصل 21 یا یک صفحه از کتاب، یک صفحه عادت بتیم. اگر یک روز از روزی ما و شما بگذره، در اون روز ما و شما تقوا پیشه نکنیم یا تقوامون زیاد نشود یا کسب علم نکنیم، بدون که اون روز مال ما و شما نبود. اون روز، اون وقت ما نه فقط به هدر بهوده رفت، بلکه به ضرر علیه ما رفت.
انشاءالله وقت تمام شد در آخر از الله سبحانه وتعالی دعا میکنه که همه ما شهیدان موفق کنه، حیات ما شما را مزین با علم فرهنگ نه بگردونه، فرزندان ما شما را با علم با دانش بگردونه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.